تاجیکانه میپوشیم. وقتی سخن بابت این شعار میرود نخست پیش نظر سیمای زیبای بانوان با همان پیراهن تاجیکانه وانمود میشود. اگر از یک طرف مادران با این رنگارنگی به حسنشان تراوت دیگر زن می‌کردند، از جانب دیگر در نهادشان همیشه محبت داشتن به فرهنگ لباسپوشی و احترام ملت چرخ می‌زد. زیرا زن مادر تاجیک در همه دور و زمان پاسدار رسم و آیین و عنعنه‌های نیاگان بود و یکی از نشانه‌های اساسی تمدن آفری لباس ملی محسوب می‌یافت. اقدام تاجیکانه میپوشیم نیز تجسمگری امان عنعنه اجدادی است که با تشبث بواسطه حکومت کشور، خاصتا اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بار دیگر احیا و به میان گذاشته شد. تاجیکانه میپوشیم این یک سیاستی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان می باشد که برای نگاه داشتن انام فرهنگ و مدنیت لباسپوشی و رونق آوردن مخصوصا جوانان به فرهنگ بیگانه می باشد. بیهوده هم نمیگویند که تربیت از عائله سر می شود. ما اگر در عائله تاجیکانه حرف زنیم، تاجیکانه پوشیم، تاجیکانه دسترخوان آرایش دهیم، فرزندان ما هم از ما می آموزند و ما باید امروز زنان و مادران تاجیک وظیفه‌دار هستیم که آن هنر و آن میراثی که از اجدادان به ما به میراث مانده است بی‌گزند به نسل‌های آینده به میراث گذاریم، زیرا که فرهنگ این هستی ملت است. ما امروز در شهر نوحیه‌ها، در دهه‌ها، در محله‌ها ترغیب نموده ایستاده‌ایم که تمام زنان و بانوان لباس‌های ملی رو به بر نمایند، چونی که می‌دانیم از قدیم مادران ما، خواهران ما، بیبیای ما هم با لباس‌های ملی، هم لباسی که در خانه می‌پوشیدند، لباسی که به مهمانی می‌رفتند، همه این لباس‌های بودند که ملی بودند. برای همین ما امروز باید با یک افتخار ملی خیلی بلند نسل جوانی که امروز در کشور زندگی کرده ایستادند تلقین نماییم فرزندانمون، دخترامون که با لباس ملی بیشتر رو بیارند. اگر به تاریخ نظر کنیم، این لباس زن تاجیک از تنگکوچه و پسکوچه ها به مثل خورشید امروز عالمگیر شد و اینم برای زن تاجیک افتخار است، چون که زن تاجیک را با پیراهن تاجیکی، با سیمای تاجیکی و البته با عفت تاجیکی در جهان میشناسند و اینم معرفی سیمای معنوی زن تاجیک به حساب می رود. این زمان که ما در فصل بهار نوزنین قرار داریم و برکردن همین لباسا از اون جمله همین چکن و اطلس و ادرس و آلوچه و دیگر لباسای ملی، یعنی به حسن بهار وقتی که زن به بر میکند، به حسن زن باز یک حسن دیگر زن می نماید و فصل بهاران باز هم زیباتر و معطرتر می شود. وقتی که به کوچه می برایم البته با لباس ملی هم نشان می دهم که من دختر تاجیک هستم و از تاجیکستانم و البته وطن خود را دوست می دارم. به همسالان خودم گفتنی هستم که بیایید تاجیکانه ببریم. رجب ما غفور و ساکن پایتخت که سالها به احیا و آماده کردن لباس ملی مشغول است میگوید لباسپوشی هم دارای خصوصیت‌های خاص است. رعایت طلبات به لباسپوشی در زمان معاصر هم باید به دایره آداب و اخلاق و مدنیت صورت گیرد. در کشور امروز می‌بینیم طرزهای گوناگون لباسپوشی به نظر می‌رسد که برخی از بانوان لباس‌های ملی و دیگر اروپایی را اعتراف می‌کنند. وابسته به این از دوره‌های جوانی خود یادآور شد. در وقت جوانی های ما راست دیگه لباس هم نبود. در مگزین ها یگان متا نبود. لباس نبود. یک کرته را چند قدر می پوشیدن. با ما ایپامون با او را با کلته میکردیم با ما می پوشیدیم. بازیم این را ببین همه بازارا پری متا شده ای. من هم با اون مقدساتی که پیش از همه از پیشنهاد سرور دولت یعنی ما زنان و بانوان این را به حکم عنعنه در آوردیم ارج میگذارم و از شروع از آغاز فصل بهار با یک طبع بالیده لباس ملی را به بر می نمایم. به من بیشتر لباس های ملی دوخت تاجیکانه چکن و همزمان اطلس زیبای خوجندی بسیار مقبول است. چکن ها ایسر نو احیا نمود
جناب اولی با ما ایسر نو با هنرمندا با امیر با دختای سودیم پوشیده سیم و جوانا همین قدر ما گپ میزنیم که مقصد کرتاهای فرنگی خودمون فراموش نکنن. مثال موموهامون، خالوهامون، مثال آچهامون چقدر میپوشیدن همون لباسای میلی تاجیکی خودمون ببر کنن. چقدر خوب میشد، چقدر زیبا میشدن دخترای ما. وقتی که به کار میرویم البته لباسای رسمی، چون دستور عملهایی که امروز در جمهوری تاجیکستان عمل میکند لباسای رسمی ببر میکنیم، ولی در اکثر حالتها امروز در تمام کارخانه و تشکیلات و مؤسسه ها یعنی توصیه شده است که زنان و بانوان لباس ملی ببر کنند و این من فکر میکنم که باز هم یک حسی وطن دوستی، میهن دوستی، خودشناسی ملی رو در نهاد فرزندان ما، در نهاد دختر بچگان یعنی زیاد میکند. این طرز رومالی که من امروز بستم، مادران ما، بیبی های ما همین خیلی رومال میبستن و با همین رومال مهمان پیشواز میگرفتند. با همین طرز رومال بندی و لباسی عادی تاجیکانه خود به مهمانی سفر میکردند و یک افتخار میکردند از لباس ملی خود. و من امروز هم این لباس ملی را از اجدادان خود که به من میراث مانده است میخواهم در همه چهاربینی‌ها من همین خیلی لباس میپوشم، همین خیلی رومال میبندم تا دیگران بینند که ما تاجیک هستیم، تاجیک تاجدار هستیم، تاجیکی هستیم که سنت و تمدن خود را داریم و باید افتخار از این فرهنگ و ملت و نژاد خود کنیم. مورد ذکر است که بانوان تاجیک دارای انتخاب وسیع لباس‌های زیبا و رنگارنگ بوده. چنین لباس‌ها را هم برای روزهای عید و معرکه‌ها و هم برای استفاده عروضه در کار و فعالیت خویش می‌توانند فرمایش دهند و ببر نمایند. اقدام تاجیکانه می‌پوشیم بار دیگر شهادت از هویت ملی و خودشناسی می‌دهد و در نوبت خود می‌تواند همه گونه تقلید و بیگانه پرستی میان بانوان را پیشگیری کند. پیش از همه ما باید که لباس ملی خودمون رو احترام کنیم، با آن ارج گذاریم. بگذار در شکل مثلا زمانوی باشد، در شکل پیشینه باشد، در شکل تاجیکانه چه خیلی که نباشد و بانوی تاجیک امروز امکانیت ها فراهم آوردگی است، امکانیت های فراخ ما داریم که با دختای گوناگون لباس ملی خودمون رو نه اینکه در جمهوری حتی به جهانیان معرفی نماییم. مثال هر یک چی به خودش عادت داره، لباسایی که میپوشن دیگر دولت ها ای همون کودکیشان مثال ای نورسیشان به همون لباس ها عادت کردگیان، طرز رهگردیشان، طرز شیشتن و خیستنشان. وقتی که تاجیک های ما این لباس های مثال دیگر دولت در تنشان ببر میکنن، خیلی اکل خفه نشوند جوانای ما زیبشان نمیتن. باور کنید خیلی که لباس های تاجیکی خودمون کرتای چکن، کرتای اطلس میپوشن که زیبی مثال تاجیک های بسیار خوب میشود که همین زنای تاجیکی ما همش به همین فرهنگ ما، به ملت ما رو بیارن و لباسای مثال تاجیکی خودمون بپوشن. هرگاهی که زن تاجیک لباس دختر ما را میپوشد ما افتخار میکنیم. من نمیخواهم که زنان و دختران تاجیک بیگانه پرست باشند، زیرا که این بیگانه پرستی یک درد است، یک داغ روز است. ما باید تاجیک هستیم و باید تاجیکانه پوشیم. فرهنگ، مدنیت، تمدن این یک عامل‌هایی میباشد که معرفگر هر یک دولت و حکومت میباشد. از عنوان صاحب استقلالی، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت محبوب ما محترم امام علی رحمان با فرهنگ و مدنیت و زبان و اون عامل‌هایی که میتواند معرفگر دولت و حکومت باشد توجه خاصه ظاهر کرده. امروزها از روی تمدن، از روی مدنیت، از روی فرهنگ تاجیکان را در عرصه بین المللی میشناسند. ما باید نگهدارنده نسل امروزه ما، نگهدارنده همین فرهنگ و مدنیت باشیم. یافت میشوند نفرانی که به بیگانه پوشی میل رغبت پیدا میکنند. برای همین دعوت میکنم که بیاین ما حس ملی خود را باز هم بلندتر برداشته با لباس ملی خودمون در جهان افتخار کنیم، معرفگر لباس باشیم، معرفگر ملت تاجیک باشیم. در عائله ما خصوصا که
مادرم که خود تاجیک زن هستند، مادر هستند. ما از اون کس دوام دهنده آنها هستیم و نبیرگان من دوام دهنده ما هستند. من همه وقت تاکید میکنم به آنها که وقتی که در چوربینی ها، در یگان مهمانی ها که رفتن و در خانه هم که باشد، لباس ملی تاجیکانه خود را باور کنند. خیلی آن زیبا است. همصحبت دیگری ما بانوی هنرمند گلبرگ باقی و که با محبتی به اندازه به نقش و نگار ملی و احیای فرهنگ چکندوزی دست زده است، میگوید مهری آفریدن لباس‌های تاجیکی در دلش سالها طغیان میزند. مسئول دستانش نه تنها در تاجیکستان بلکه در گوشه‌های گوناگون جهان دسترس دوستداران چکنی تاجیکی گردیده است. در این سفرها توجه بانوان ممالک دنیا را به لباس ملی ما چنین بیان داشت. به هر یک دولت سفر میکردیم با لباس چکن میپوشیدیم. وقتی که ما در عربستان سعودی بودیم، در گرمی طاقت فرسای آنجا که قریب 40-50 درجه گرم است، من لباس ملی خود را از بر دور نمیکردم و میگفتم که هر جا که سفر کردم چکن را به بر کردم، با کرته چکنم سیر بحر رو بر کردم و زنان و بانوان دیگر دولت ها با هوس به چکن ما می نگریستند و باور نمی کردند که این نقش زن دست مادر تاجیک است و باور نمی کردند که این را با دست ما می دوزیم و من با آنها با سخن با گلها نشان می دادم که این زیبایی طبیعت تاجیکستانی من است. من از تاجیکستان هستم. این گلی که شما می بینید در وطن من می روید، این زیبایی تاجیکستانی من است و این ستاره و مهتابی میبینید، این ستاره و مهتاب تاجیکستانی من است و من فقط تاجیکانه حرف میزدم و آنها ما را میفهمیدند، زیرا ما زیبایی تاجیکستانی خود را در لباس خود، در کرته های خود و مردم دیگر نشان میدیدیم. چندین مراتب مشاهده کردم که با یک نگاه دیگر، با یک مثلا توجه مخصوص به لباس ما مینگرند، حتی رسم میگیرند، حتی بعضیشان آمده میپرسند که این را در کجا دوختن، این چه خیلی هنر باشد. این از آن شهادت میدهد که لباس ملی ما البته لباس عادی نیست. این یک لباسی هست که میتواند چهره زن تاجیک را باز هم در جهان معرفی نماید. در فهرستی فرهنگی یگانه یعنی جا گرفتن چکن، اطلس، این باعث ما زنان و مادران است و کوشش میکنیم که همین چکندوزی، ادرس بافی، اطلس بافی که این هنری زنانه است، همین اثر نو احیا کنیم و هرچی بیشتر زنان و دختران در فصلهای گوناگون سال لباسهای زیبا رو به بر کنند. انمان فرهنگ و مدنیتی که کهن از بیبی‌های ما تا امروز به ما میراث گذاشته است، همون رو نه تنها احیا کنیم بلکه آن رو نگه داشته به نسل آینده خود با آنها فهمانیم، نگاه داریم و با آنها پیشنهاد نماییم تا اینکه ما توانیم که در دل خود دولت و حکومتی که در دل خارج کشور ما می رویم با لباس خود، با فرهنگ خود، با همه آن نهادهایی که می توانند معرفی‌گری مخصوص تاجیکان باشد، ما با آنها معرفی کنیم. مهمانایی که از دیگر دولت ها مهمان شده می آیند به مملکت ما هنرهای ملی تاجیکی خودمان را به آنها پیشکش میکنیم. وقتی که آنها دیدن که ما چه خیلی لباس همون زخم دست ما را که دیدن و با او که دادن، در حیرت میمونن که زن تاجیک اینقدر هنرمند هست، اینقدر زیبایی را میآفرد و نقش و نگاری که ما در آن متاع است، در آن نسخه است، در آن گلها است که ما استفاده میبریم، در آنجا رمز تاجیک و تاجیکستانی خودمان را ما پیشکش می‌نماییم. ما قبلش امروز در تاجیکستان عروسی نیست که در قطار لباسهایش کرته چکن و اطلس و ادرس نداشته باشد. نه تنها عروسان بلکه تمام بانوان تاجیک موافق طبع خود از نقش دوزی پیراهن دارند و طراحان چیره دست با پیوند دادن سنت گلدوزی و لباسهای زمانی معاصر پیراهن‌های شیرین و نظربا آماده می‌سازند. در پیام نوبتی خیش راهبر دولتمان محترم جناب عالی گشته و برگشته درباره قدر و منزلت زن
پاسداری اویلا و لباس ملی حرف زدند که این برای ما زنان و بانوان یک پند بزرگی بود و من همچون مادر میخواهم که با لباس ملی تمام زنان و بانوان افتخار کنند، زیرا ما تاجیک هستیم و به هر کجایی که سفر کنیم ما را نه تنها از روی زبان، نه تنها از روی مدنیت و فرهنگ، بلکه از روی لباس خویش میشناسند که ما تاجیک هستیم. من اطلس رو دوست می‌دارم، اطلس رو باور میکنم. از کودکی که بسیارتر در آن وقت اطلس‌های قدیمه بودند، اطلس‌های شاهی اطلس بودند، اطلس‌های شام سحر بودند، بادامچه بود اطلس‌های ما. بسیارتر من از اطلس رو باور میکنم از سن کودکیم. حاضرم که باشد دوست می‌دارم اطلسی سیاه سفید زرد اکو به سن سال وابستگی. وقتی که سن سال آدم که باز وای شد آدم با رنگ متوا رو با دیگر میکنه. من حالا باشد بسیارتر کبود سبز باور میکنم. برای انتخاب لباس این از نمود طبی گیم هر یک فرد هر یک شخص وابستگی دارد. وابسته به سن سال هم در گیم اگر منتالیتی گیم یا دنمون وای ما هم فرهنگ ما هم هر مناسب به سن سال مناسب به یعنی طبی آدم انتخاب میکند. لباس خودمون میدوزیم همیوره متو را میخریم پورا میکنیم بعد روشکه قطعی قلم میزنیم پیلش حاضر بزرگ سالهای پیش ما پیله را میخریدیم در دگ میدوختیم او را تو میدادیم رنگ میکردیم همین قدر قیمت بود بازی برای ما همین قدر آسان شده که بازارا همه پری پیله شده تمام این نمودش هست میاریم هم خیلی سوزن در پلوش میکنیم دوختن میگیریم برای ما بسیار آسان شده این چیزا. هر یک زن به خود با یک طراح دارد، یک دوزنده دارد. ما یک لباسی را امروز باید انتخاب کنیم که بر روی ما، به سیمای ما، به قد و بست ما زیبنده باشد. برای همینم منم در قطار دیگر زنان و مادران یعنی طراح خدمت دوزنده خدمت دارم و امروز مینداری میکنم که لباسای مرا بسیار شینم و زیبا خاص برای خودم میدوزم. اطلس رو به نهایت دوست میدارم و در همه چاره‌بینی ها استفاده میبرم و هر یک مادر تاجیک وظیفه دار است که من همین لباس تاجیکی را به فرزند خود فهماند که لباس تاجیکانه زیباترین لباس است که از نسل به نسل به ما آمده رسیده است و امروز ما باید لباس ملی تاجیکی خود را ترغیب و تشویق نماییم. در خانه هم ما لباس تاجیکی میپوشیم لیکن نمین لباس‌های پختگین بیشتر استفاده میبریم چون لباس‌های پختگین ملایم هستند در برای خانه خاص هستند و وقتی که نمین خیلی چون امروزه عید ایام شد باز لباس‌های چکم به بر میکنیم. واقعا هم لباس‌های ملی خاصتاً چکن که قدیمی‌ترین میراث فرهنگی اجدادان ماست از بلند رفتن موقع تاجیکان در عرصه بین‌المللی بار دیگر در مرکز توجه اهل بشر قرار گرفت. اگر یک زمان تمایل بیگانه پرستی و به فرهنگ بیگانه میل نمودن زنان و دختران کشور به یک وضع تشویش آور تبدیل یافته بود، امروز به خاطر حفظ و نگهداشت فرهنگ اجدادی زنان و دختران کشور به لباسپوشی ملی انیق‌ترش میراث نیاگان رو آوردند. تاجیکانه میپوشیم که این هم برای یعنی ارج گذاشتن به فرهنگ ملی، ارج گذاشتن به سنت های یعنی فرهنگ ملی ما وای میکند، اشاره میکند که برای در تن کردن لباس ملی این البته برای زن تاجیک باید افتخار باشد. تشویق و ترغیب من همین لباس تاجیکانه را به یک سطح بلند افشا نماییم و به جوان دختران ارج گذاریم که ما چقدر لباس تاجیکانه زیبا داریم. به خصوص چکن ما امروز به درجه اعلا رسیده است و رشد کرده است که همیشه در همه چاره‌بینی ها ما لباس های چکن رو به بر میکنیم. تاجیکستان سرزمینی کوهسار است. در لباس های چکن، در لباس های اطلس، نقش های تاجیکستان کوهسار و گلزارانش آورده شدند.
албатта инро ҳар як шахс медонад. духтарони зебое ки либоси миллии тоҷиконаро ба бар мекунанд боз ҳам рангину зеботар мегарданд. марказҳои чакандузӣ дар вилояти хатлон хеле ва хеле зиёд ҳастанд. дар як соли 2023 37 марказҳои чакандузӣ танҳо дар вилояти хатлон буданд ки барои занону бонуон масалан либосҳо медӯзанд, рӯймолҳо медӯзанд, куртаҳо медӯзанд ва умуман ки ғайр аз ин ҳам боз чорабиниҳои сиёсию давлатӣ хеле зиёд ҳастанд. идҳои наврӯзӣ, иди истиқлолият ва дигар идҳое ки дар он ҷо зарур ҳастанд ки дар барномаҳои театрӣ кунонидашуда бахусус чакана истифода баранд. бояд қайд кард ки либос рамзи фарҳанги миллӣ ва таҷассумгари расму оин, нишони зебоипарастӣ ва ифтихори ҳар як халқияту миллат аст. аз ин лиҳоз дар тамоми ҷабҳаҳо зарур аст ки аз таърихи бостониву тамаддунсози худ, алалхусус аз либосҳои миллии худ ифтихор намоем. зиро либоси миллӣ ҳамчун оинаест ки дар фарҳанги миллии мо инъикос ёфтааст.